سلام، روزتون بخیر. این آموزش در مورد قسمت ضد فیلتر هستش برای پنل شاهان. شما وقتی که در قسمت تنظیمات وارد بشین یک گزینه داریم به نام ضد فیلتر. این باعث میشه دوره فیلتر شدن سرور شما کمتر بشه. دوستانی هستن که میگن آقا روزی ما چند بار داریم فیلتر میشیم. یکی از دلایلی که سرور شما آی پیش فیلتر میشه مصرف دیتا هستش. یعنی هر چقدر پهنای باند بیشتری مصرف بکنید بیشتر تو چشم فیلترینگ میایم و سریعتر فیلتر میشیم. برای این کار ما میایم بار ترافیکیمون رو بین آی پی های مختلف برای یک سرور تقسیم میکنیم. خب چند تا مورد هست که من بهتون میگم، به سادگی شما میتونین از قسمت ضد فیلتر استفاده کنین. خب گفته که ایمیل کلودفلر، شما با همون ایمیلی که توی سایت کلودفلر ثبت نام کردید میایین اینجا مینویسین. قسمت بعدی توکن کلودفلر است. چجوری با توکن بگیریم؟ در قسمت هم صفحه دامنتون میایین پایین سمت راست نوشته Get Your API Token، روش کلیک میکنیم، ثبت میکنیم، بعد گزینه Create Token رو میزنیم. از گزینه اول Edit Zone DNS Use Template رو انتخاب میکنیم. خب گزینه اول در قسمت زون DNS رو میذاریم روی API Gateway، دوباره یه Add More میزنیم، اینو رو زون میذاریم دوباره. این قسمت رو گزینه DNS انتخاب میکنیم. هر دو تا گزینه رو حالت ویرایش باید باشن، یعنی ادیتشون رو انتخاب میکنیم. خب در قسمت ریسورس ما باید چیکار کنیم؟ روی گزینه آلزون بذاریم. درست شد؟ خب میایم پایین کانتینیو رو میزنیم. خب کریت توکن اگه بزنید توکن ما ساخته میشه. امکان داره شما وقتی که این گزینه رو بزنید در پایین صفحه به شما یه خطای قرمز رنگ بده، بگه که ایمیلتون رو تایید کنید. شما از طریق قسمت پروفایلتون میتونین ایمیلتون رو تایید بکنید. کریت توکن رو میزنیم. خب توکن ما ساخته شد. برمیگردیم توی صفحه اول، دوباره قسمت Get API توکن رو میریم. نوشته Global API Key، این قسمت اینجا زون توکنی که دستور ساخته شده بودیم. در این قسمت گلوبال API کی رو داره. قسمت گزینه ویو رو ما میزنیم، رمز میخواد. در این قسمت باید رمز اکانت کلودفلرمون رو وارد کنیم، بعد گزینه ویو رو بزنیم. خب اینجا API ما رو نمایش میده. یک کپی ازش میگیریم، توکن کلودفلر رو اینجا ما ست میکنیم. درست شد؟ خب میایم قسمت DNS ها، قسمت رکورد، جایی که ما ساب دامنه تعریف میکنیم، یه اد رکورد میزنیم، تیک پروکسی رو برمیداریم، اینجا رو مثلا میزنیم S1. در این قسمت آی پی مون رو وارد میکنیم، ذخیره میکنیم. ببینیم ما چند تا آی پی داریم دیگه. درسته مثلا 4 تا 5 تا یا مثلا n تا آی پی داریم. ساب دامنمون رو روی یکی از اون آی پی ها ست میکنیم. دقت کنیم وقتی که میخوایم برای سرورتون آی پی بگیرین، آی پی ها چک بکنین، آی پی ها مشکل فیلترینگ یا کثیف بودن یا محدودیت نداشته باشن. خب اینی که ست کردید، میان این قسمت آی پی هایی که ما گرفتیم رو اینجا لیست میکنیم. خب خط اول یه آی پی، خط دوم یه اینتر میزنیم، یه آی پی دیگه، دوباره اینجوری و همین منوال میریم جلو. خب چند تا مورد هست من باید بهتون بگم. اولش که دامنه رایگان اینجا اصلا استفاده نکنید، به هیچ عنوان از دامنه رایگان استفاده. دامنه بخرید، دامنه هست 80 90 هزار تومان برای سال اول هست به بالا. اینو که ست کردین در آخر ذخیره میکنید. این دیگه به صورت رندوم هر چند ساعت یک بار آی پی کاربر رو عوض میکنه و شما کمتر دچار مشکل فیلترینگ میشین. روزتون بخیر.